آدمی که سلامت باشه به نظر من خوشبخت ترین انسان روی زمینه. اینم میخوام دوباره بگی. انسانی که سلامت باشه خوشبخت ترین آدم روی زمین. دیگه بالاتر از این خوشبختی وجود نداره. وقتی به این درک میرسی که خودت دوچار مشکل میشی، سلامتی دوچار مشکل میشه و تو حسرت اون روزهایی رو داری که سلامتی و تو قدرشو ندونستی. مثل این نفس کشیدن آقای میرمیرانی. ببینید ما الان داریم راحت نفس میکشیم، ولی فکر کنید اگر یک روزی به سختی بتونیم نفس بکشیم، اینا چیزایی که ما نمیبینیم. آره درست، واقعا نمیبینیم. یعنی من خیلی برام عجیبه که بعضی از آدم ها برای چیزهای کوچیک انقدر عصبی و پرخاشگر میشن. یعنی یک چیزای کوچولو دم دستی و پیش پا افتاده و سر کار، سر حالا هر اتفاقی، سر ماجراهای مالی، سر ماجراهای عاطفی. بابا شما بزرگترین نعمت جهان رو دارید و نمیفهمید و این واقعا به نظر من خوشبختیه و من خودم الان خوشبخت‌ترین آدم جهان میدونم. چه خیر بزرگی در سفیر انگلیس تو خیابون شاهد یه جوانی بود که داشت به یه گاوی لگد میزد. سفیر انگلیس با اون ابهتش از ماشین پیاده شد و شروع کرد به گاو احترام گذاشتن و گاو رو تقدیس کردن. مردم هم جمع شدن، اهالی اون شهر در هند جمع شدن به گاو سجده کرد. راننده از سفیر انگلیس پرسید قربان چرا این کار کردی؟ این چه برخوردی بود؟ گفت این جوان با این لگدی که داشت به این گاو میزد در حقیقت داشت فرهنگ این ملت رو 1000 سال مینداخت جلو. من با این کار جلوشو گرفتم. شک نکنید با هر لگدی که به خرافات بزنید فرهنگ این ملت رو 1000 سال میبرید جلو. فقط حواستون باشه که سفیرای انگلیس اطرافتون زیادن.